بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیه السلام از جمله پیغمبران بودند که غیر از لهجه انسانی لهجه پرنده ها و حیوانات را خدا به او تعلیم داده بود. مثلا سگ چی میگوید او میدانست، عکاسش گاو و اسب میکنه چی میگوید او میدانست، مرغم خدا این قرآن رو برای ما میگوید. این افسانه نیست که این کار کنه کافر میشه. یک شخص رنگی نسبت الله ما برای آدمی مهنتی خوب بود، کارگر بود، پیش حضرت سلیمان را گفت پیغمبر خدا من شاگرد شما شوم و من همین زبان پرنده ها و سگارم یاد که حیوانا را یاد که دعا کنی من همین را یاد گیرم. نه گو چی میگه، خوب سگ چی میگه من یاد گیرم. حضرت خندید گفت این برای چی تو چی در کارت بودن، چی ضرورت داره اونها رو یاد؟ اگر ضرورت میداد خداوند خودش تعلیم میداد، بیامون دردی سر برای خود ایجاد نکرد. نه حضرت که همین من یاد که من بسیار میخوام یاد گیرم. حضرت به شرط یاد میتیم که هیچ کس قائل نمیشی. اگر به کسی گفتی دام که همون لازم میموری. نه حضرت گو هیچ کده گم نمیزنم، شما من یاد که من به هیچ کس نمیگم. این کاری میگن تفسیر روح البیان دارم. خوب حضرت میگه یه روز دو روز آمد رفت یادش دادم کوی گفت چی هست یک چی سب چی هست همشه گفتم دعاش داد یاد گرفت. این آدم میگه در خانهش یک برزگاه داشته، یک خر اولاد، یک خر، یک سگ داشت، یک خروس 10 تا ماتکیان هم داشت. آدم کم بغل میانه سال بود. هر سحر جفت میرفت و بیگاهی میآمد باز برزگاهش خرش علف میکرد. از جفت گشته آمد برزگاه و بست و خرس جلاش گرفت و پشت علف پرتو. اون خرده هم برزگاه دار. این خر برزگاه و نگاه که اگه اوه جوره بود برزگاه بیا همه علفات نخور پیش من تیده که بفوکت من خورم. این شب که تو علف نخورده صاحب ما میگه که این کسال شده برزگاه ما امروز خیلی پگت دم گیره جفت نبریم شب و من پگه حقی خومه تو رو میتیم هر کشو بد خور. و دیگر خر و گاو صحبت کنم میگه این کس پیشتر نه امروز میدانید که حضرت سلیمان خندید، بلند خنده کرد. سادگی گاو و داناگی خرده. این کم کمش گاو جوشی داشت. من گفت چی میخندی؟ خیلی چی یک خندم آمده تلفوری گاو خند. خیلی این شب چی نگفت پگاهی برزگاه و جفت نبود. اون در اینجا با رفتگاه آمد با علف تیده برزگاه خره گفتی جوره کن و وعدت وفات کن. اینش حقی منو برای گشنگی 2 روز دراز مردم. اگه علفت من تیگو من خودم آخی خرد وفا کن. این خرم میگن ساده دیگه خر دانا میشافی. خر گفت که برزگاه ساده گفت من شب تو علف نخوردی. یه روز خودی منو سوار شد پیش قصاب را. قصاب گفت که همین من برزگاه فرده دارم و همه کسال شده بیا پگر را و بینش یکی خراب نشه و توشش خراب نشده. بنابراین این شب هم نخور علفات من ته 2 روز میشه گو خراب میشه اشکمت میچسبه فقط قصاب بیایی بینه خرابه نمیکشد بود همین که مردن خلاص میشه. ای با من فقط دیگه 2 روز حق میتیمدن که با صاحبش خندید بلند خندید قهقه کرد. کمپرش گفتی تو بدبخت یگان بالا داری یگان فکر داری در یادت میبیا میخندی یگان عاشق داری گفت یگان زنی بجایی داری. این زن مردم همین زنی دیگه بسا میترسن همه هر دو شدن جنجال. زنه گفتی تو اگر نگویی برای چی نمیخندی برای چی میخندی نگویی مگو من قطعی تو زندگی نمیکنم. خیلی شب تا روز گرگور خواتشون بودش خاروی سحری چای گرگور چایش هم نکرد همین غرغر آخی گفتی ای زنک من به تو این چی رگویم میمورم کاری من چی میموریم میگویی نباشه من تو زندگی نمیکنم. بعضی زن اخلاقیش میگم بعضی زنها رو یک رویشانی از دست کاری میکنن. آخر مجبور شد که خیلی یک کاغذ و یک قلم بیار من وصیت همو نویسم و من میگم تو بایلش که من مردم دارم. زنه گفت که کار من نیست میموری میگی بجان خلو خیلی
دستخوان پیش گیم برید قاق آوردن نون قوم میخوره همه دخوانه دان زنک گنجان کنه نون میخوره دان نمیخوره پیش گیم برید نون آورد قوم دفتر کاوی رفت قلم کاوی صد در پایان کراوات شتگی بودم خیلی و پیش صد دم نون پرتو قرشم اگه گوارد میمرون چلفای نون کنی من گوم هم سد کرد پیش صد پرتو نون صد نو بینی پاش دگیرید و بگی خروز نمید آمد نونش کدی نون گریف برا صد فیروز گه اوی گوجورو کجا میبینی حقی من آخی خوجی من دادن خلاص گفت که برادر غرغر نکن گفت آتیاد مکسب کن خوجی این وصیت چه نویسی سره گفت یعنی کاغذ دفتر میبره کاغذ قلم بعد این نوشته البته این میماره گفت حضرت سلیمان گفتی گیشه این که مور سرتخته میکنه یعنی قومای ما بعضی سرتخته میکنن گفت در اسلام ممکن نباشه سرتخته میکنن گفت روزویش کم بود استقان هم قیمه خریکی دیگه سیر میکنید اما ما رو میبرن گفت قطعی مرغا در چیز محکم میکنن الچدای آقل در دانجنالده گذاشتی گوش کدی میبرن من خرم قطعی عروسان و سا گفتی چون میبره گفت خوجه ما و خروز گفتی چه خبر داری این زنش مجبور داره که همین سیری خنده تگو اگر نگویی من برآمده میرم این بیچاره میگه گویا اگر حضرت سلیمان بودن میموری باید مرا نیم زیق شده بنابر نمیبینی سرش عشه و سکون نه سر بالا میکن نه چیز وقت خروز گفتی الان همه خیل مردگو مردنش خوبه همین مردی که همین زنش ترس و زنش در بالاش خوجه این باش گو مردنش خوبه نمیبینی گو من 10 تا زن دارم 10 مشکیان بشه همین یاد دانه یا اون کود میکنه همش پیشم میبیان سراشون خم فارم میتیمشون من فارم با خودم میخورم میگم تاش بیادی که دسترش به همین نول میزنم زمین تو پاک میشه یک تاش غیرت نمیکنه به من نگاه کنه ایش خوجه اینی ما گوهم یک کم زن داره من زنش اینقدر بالا به گرفتارش کرد آخی نمیشه که یک همچین کنه 3-4 تا زنش ترسه دیگه نمیپرسه خروز گفتی نه این آزبان مرغ میدان است که یکی باهوش دستر زولای راست میگفتم این آخی قدی کمبر برای ما خوب همین نو کاغذ قلم گرفته زنک آمد که خیلی با خمچینی گرفت همه قزانه گذارد که زنک بیچاره پشتا هم توبه کردی یکی منو پرسیده نه تا توبه نگه زدش بیهوش که غلطاندش و گونه که جزای زنگی شوهر چه میپرسی که تو چیکار میکنی کجا میری پیش کی میری توبه که خیر گفت دیگه نمیپرسم بس سرش کن انگی روح البیان این حکایه میکنه برای خاطر چی برای خاطر بعضی زنهایی که در کارهای شوهر دخالت میکنن کجا رفتی پیش کی رفتی کسی کی بودی وظیفه زن خواهرای عزیز این نیست وظیفه زن پاسبانی خانه شوهر است پاسبانی ناموس شوهر است تربیت فرزندای شوهر است بگاهی که شوهر از کار آمد با چهره کشاده و خوشبویی از دروازه شوهر چه پیشواز میگیره فرق نداره و این روز در کجا بود پیشوازش میگیره براش دوست داشته غذاش آماده میکنه براش شرایط حمامش گرم میکنه شستوشوش میکنه این است وظیفه زن وظیفه زن این نیست که توی شب پیش کی بودی این روز پیش کی به کی داده گرفت کردی این حق خدا برای زنها شما رو نداده خواهر بنابر از این رفتار خودتان نگه داره